بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدا و فرشته‌هاش و همه ذرات عالم هستی به وجود نازنینی که قبل از حضورش از بوی خوشش متوجه حضور او می شدن. کلمات درشت و خشن توی سخنانشون به کار نمی بردن. وقتی با کسی دست می دادن دستشون نمی کشیدن تا او زودتر این کار رو بکنه و با هر کس هم یه جوری برخورد می کرد او فکر می کرد دیگه بهترین بندگان نزد رسول خداست. سلام خدا و فرشته‌ها و همه ذرات عالم هستی به وجود حضرت رحمتاً للعالمین رسول کلها محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مردم، سلام مسلمانان معزز، بنده های خوب خدا، هم نفسای یاد خدا الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشید، ایام و دقایق و لحظات به کامتون باشه، از این به بعد حالتون بهتر هم بشه به برکت شروع شدن برنامه یاد خدا و البته سخنان دلنشین حجت الاسلام و المسلمین ملکی عزیز که قلم به چشم من گذاشتن. یه فاصله بگیریم و برگردیم، گفتگومون رو تقدیم شما خواهیم کرد، در حالی که هنوز به دعاتون مشرف هستیم در شهر مقدس قم، حرم مطهر فرزند بلافصل حضرت جوادالائمه امامزاده موسی مبرقه. ان شاءالله که پای شما خیلی زود باز بشه به این بقعه مبارک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مجدد به همه شما و سلام به استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین ملکی. آقا خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالم. ممنونم. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. من در محضر از تالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. زنده باشید، محبت دارید، مخلص شما هستید. ببخشید من پا تو کفش شما کردم اول برنامه، یه چند تا از نمونه‌های رفتاری پدر مهربون مسلمان ها رو عرض کردم. به نظرم بد نیست شما هم دیگه وارد بشین، وارد مصادیق بشین. ما حالا اون ابهامات دیگه تقریبا از بین رفت، حداقل برای من و مثل من، و اینکه فهمیدیم باید جز نگر باشیم تو زندگی رسول خدا. قرآن این رو از ما خواسته، به ما تأکید کرده، ما دستور داده، امر کرده که الگو بگیریم در شؤون مختلف زندگیمون از رسول خدا. بفرمایید چه کنیم، از کجا شروع کنیم؟ از همونجایی که شما شروع کردید من خوب بود. خیلی عالی بود. سلامت. عجیبه که تمام ویژگی‌هایی که حالا برمی‌شدیم دیگه، حالا ما از بحث‌های ضرورت توجه به این که بعد پیامبر اسوه ما باشه، بعد توی زندگی ما پیامبر الگو باشه. وقتی میگیم پیامبر یعنی پیامبر و اهل بیت. بله. چون اهل بیت رو خود پیامبر عظیم شب برای ما تعیین کردن که بله. پیامبر اهل بیت و قرآن رو باید شما بهش تمسک کنید تا قیامت. هر چقدر که وارد الان دیگه بعد اون ابهام ها کنار، الان دیگه بعد پیامبر رو ما تجسم کنیم، ببینیم پیامبر عظیم شب چگونه رفتار میکرد. اولین نکته این رو سید الشهدا سلام الله علیه نقل میکنه که پدرم، یعنی از حضرت امیر، اینو نقل میکنه که جد شما پیامبر عظیم الشأن زندگیشو به 3 قسم تقسیم میکرد. یه قسمتشو برای مردم وقت میذاشت برای مردم. اگه امروز بخوایم تعیین مصداق کنیم، کسی که کارمنده خب یه بخشی از زندگیش 8% از زندگیش برای مردمه. بله. با عشق برای مثل پیامبر برای مردم وقت بگذاره. حالا در قبالش پول میگیره، نوش جانش. مهم اینه که مردم رو دوست بداره، به مردم عشق بورزه، در مقابل مردم احترام قائل بشه مثل پیامبر. زودتر از ارباب رجوع به او سلام بده. اگر خیلی سر شلوغه اون سلام داد جوابش بده، جوابش هم خوب بده، چشکان نداره. اتفاقا در مبارک شدن زندگیش و برکت پیدا کردن زندگیش امتحان کنن، ببینن چقدر این برکت پیدا میکنه عمر آدم هایی که دل آدم ها رو به دست میاره، حال آدم ها رو خوب میکنه. اصلا معجزه میکنه این کار، معجزه میکنه. فرمودن 3 قسمت میکردن. یک قسمتش برای مردم، یک قسمتش برای خانواده، یک قسمت هم برای خودش. اون قسمتی که برای خودش بود، یک قسمتش برای خدای خودش، ارتباط معنویش، عبادتش، نمازش. یک قسمتش هم برای نظافت خودش بود.
دوباره همون قسمتی که مال خودش بود یه قسمتش هم دوباره برای مردم میذاشت. این رحمتا للعالمین اینجا داره خودش باز نشان میده. اصلا نمیتونه به فکر مردم نباشه. اون وقتی که داره به فکر مردم هست در اصل به اذن خدا، به دستور خدا داره این کار انجام میده. یعنی اونم در اصل ذکر خداست، یاد خداست، عبادت خداست، چون به فکر عیال خداست، به یاد مخلوقات خدا، اونم اشرف مخلوقات داره وقت میگذاره. این نسبت به تقسیم کار. خب پس ما میتونیم تو زندگی خودمون تقسیم کار داشته باشیم، نظم داشته باشیم. ببینید هر انسان منظمی ضرورتاً با تقوا نیست. میشه با تقوا هم باشه، ولی هر انسان منظمی لازمش نیست که انسان با خدایی باشه. نه، میشه با خدا نباشی منظم باشه. خیلی از دانشمندا، خیلی از کسانی که اختراعات و چه داشتن آدم منظمی بودن، یعنی از عمرشون، از وقتشون مدیریت زمان داشتن. درست؟ اما نمیشه یک انسان با تقوا باشه اما منظم نباشه. یه وقت من این رو جایی مطرح کردم، یک کسی آمد اشکال کرد. بله. گفت آقا شما این حرف از کجا میزنید؟ خیلی هستن که با تقوا هستن نظمی هم ندارن. گفتم نه دیگه، اون تقواش خدشه داره. بخاطر کسی که نظم نداره اولا داره سرمایه خودش رو میسوزونه. نظم نداشتن یعنی وقت رو تلف کردن. یعنی برای اینکه مثلا یک کار درست حسابی رو انجام بدی بعد 3 برابر وقت بذاری تو اون انجام بدی، در حالی که تو شما میتونی 1 برابر وقت بذاری اون کار انجام بدی. خب اون مابقی رو تلف کردی تو. و چه گناهی و ظلمی بالاتر از این که انسان عمرش ضایع کنه. انسانی که نظم نداره سرمایه‌اش رو میسوزاند. خب این ورشکسته است. ورشکسته میشه با تقوا باشه؟ خیر. گفت سندش چیه؟ گفتم سندش کلام امیرالمومنین علیه السلام. اوصیکم ما به تقوا الله و نظم امر. تقوا و نظم. تقوا و نظم. خب پس اگر کسی میخواهد پیامبر رو اسوه قرار بدهد باید منظم باشه. منظم. تقسیم کار داشته باشه. همینطور نشینه پشت تلویزیون بدون هدف، بدون برنامه 3 ساعت نم 4 ساعت همینجا بشینه. خب نه دیگه، همین تو جز برنامه‌ات چیه الان؟ وقت مطالعاته، وقت تفریحته، وقت جلوی تلویزیون نشستنته، مشخص باید. نکته بعدی اون بحث ارتباط با خداش که دیگه خانمش، همسرش میگه که من شب دیدم پیامبر نیست. بعد یه مقدار حسادت زنانه که من گل کرد، پیگیری کردم، جستجو کردم پیامبر کجاست، دیدم که اون گیلیم رو زده کنار، روی خاک نشسته به در زار زار گریه میکنه. من از گریه پیامبر گریه کردم. بعد بهش گفتم یا رسول الله تو برای چی گریه میکنی؟ اون 70 بار استغفارش، اون عبادتش، اون اشکش، اون آهش. خب اگه کسی میخواد شبیه پیامبر باشه اون نمیتونه نماز نخونه، بلکه باید نماز بخواند، نماز را به وقت بخواند، نماز را با حال بخونه. کسانی که لذت نماز چشیده باشن با هیچ قابل مقایسه. نماز خیلی قشنگ. سرود عاشقیه، سرود عشق که شما هر روز به وقت، اونم با آدابش، یعنی یه مهری پرت کنی، الله اذان بگو، بعدش یه قدم برو جلو، از خدا درخواست کن، گدایی کن، بعد برگرد دوباره اقامه بگو، بعدش یه مقدار تأمل کن که کی در مقابل کی ایستاده. یه دقیقه خدا رحمت کن شهید مدنی، شما فهمید هر وقت خواستید نماز بخونید 1-2 دقیقه تأمل کنید که چه کسی در مقابل چه کسی ایستاد. واقعا آدم حالش عوض میشه. بله، همین خیلی تاثیر میذاره. این پیامبر یکی از اون ویژگیاش، اون بحث عبادتش، اون بحث خدمت به خلقش، اونم بحث خدمت به خانواده. حالا توی خلق من میخوام این مقدار این طرف دیگه مطرح کنم که وقتی میاد اولا خوشبوه. این اینجا نگه دارین اگه صلاح بدونین. عبادت پیامبر رو فرمودید، خانواده هم فرمودید، حالا خدمت به خلق چون میخواین قشنگ بستش بدین ماجرا رو. اول فرمایشاتون هم فرمودین که از همون جای اول که تو پای شروع کنه معلوم خوشبویی فرمودین داره. همین اسم نبی مکرم اسلام میاد همه جا معطر میشه دیگه. حالا میخواین از فضایلشون هم بگین که بیشتر.
و ما هم دهانمون و فضای برنامه‌مون اگر اجازه بدید خوشبو بکنیم، معطر بکنیم به دعای مستجاب، ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، بعد برمیگردیم و استفاده میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ویژگی های پیامبر در اجتماع و رفتارشون در بین مردم. فرمودن که پیامبر خوشبو بود. بسم الله. این خوشبو بودن حالا اون وقت یه برداشت میشد، یعنی یه سطح از برداشت بود. امروز یه سطح دیگه البته. شما الان رایحه درمانی هست. مثلا فرض کنید دانش آموز هاست اول صبح که میان سر کلاس خوابشون میگیره. الان با رایحه و بوی خاص، بوی خوش، بچه ها رو سر حال نگم. رسمی. نکته بالاتر امروزه داره اینو کشف میشه دیگه. کسی که بوی خوش از اون متساعده حال طرف مقابل هم خوب میکنه. بله. و اگر بوی خوب خوش نباشه، بوی عرق باشه، چه باشه، حال طرف مقابل رو بد. نکته سوم، این حال خوبه نگاهش هم نسبت به اون شخص خوب میکنه، یعنی اون شخص محبوب میشه. هم حال اون خوب میشه، هم خودش محبوب میشه. خب اگر محبوبیت نباشه، میشه در زیارت امین الله یکی از درخواستای ما اینه که محبوبتن فی ارضک و سمائک، دیگه خدای منو محبوب در آسمان و زمینت قرار بده، محبوب قرار بده. یکی از درخواستای ناب توحیدی رضا شما پیامبر عظیم‌الشان محبوب در آسمان ها و زمینه. سید الشهدا سلام محبوب در بین همه انسان ها، مسیحی و غیر مسیحی، و مثلا عاشق سید الشهدا هم، چون این محبوب در زمین و در آسمان هاست. خب یکی از عوامل محبوبیت هم خوشبوییه. خوشبو اینم یکی از. خب اینا دیگه عملیاتی دیگه، هیچ کس نمیتونه بگه نه آخه من عطر خوبه. در روایت داره که پیامبر خیلی هزینه میداد برای عطر که استفاده کنه، واسه اینکه حال دیگران رو خوب کنه. در روایت داره که پیامبر از این کوچه عبور میکرد میرفت کوچه دیگه، کسی وارد اون کوچه قبلی میشد میفهمید پیامبر اینجا بوده، یعنی بوی خوشش تو کوچه هم میموند. پیامبر تمیز پوش و نظیف پوش بود، لباس تمیز میپوشید. خب معلومه بوی خوش با لباس تمیز میسازه، با لباس کثیف که بوی خوش نمیسازه. پیامبر همیشه مسواک میزد که نکنه بوی دهانش دیگران رو، چون با مردم سخن میگه. کسی که با مردم سخن میگه باید مراقب باشه که باعث اذیت دیگران نشه. چقدر برای انسان ارزش قائل پیامبر. خیلی. یعنی فقط سلام دادنش به انسان ها که سبقت در سلام میگیره برای احترام به انسان نیست، بلکه میخواد بوی خوشش هم حال آدماشو خوب کنه، احترام بذاره به انسان. و یکی از مهمترین دلایلی که به سر و وضعشون انقدر اهمیت میدادن برای اینکه در واقع به طرف مقابل و اطرافیانشون اهمیت دادن، اونها براشون محترم بود. این ما امروزا داریم کشف میکنیم. مال 1400 سال پیش در دوران جاهلیه ها، این که ما داریم میگیم. اون بحث مردم شناسیش، روان شناسیش، اینها که البته اینا همش بحث تربیت شده دست فرشته الهیه که این گونه زندگی. خب پس اینم قابل اجراست دیگه. من کارمند، این آقای راننده، چه بله. هر کس که با انسانها برخورد داره پیامبرگونه برخورد داشته باشه. تمیز پوش، نظیف پوش، خوشبو، دهانش خوشبو، لباسش خوشبو، و حالا بالاتر از همیشه چهرش خندانه. بشروه فی وجهه و حزنه فی قلب. او حزن هم حزن تقرب ها، عشق به خدا در فراقه، یعنی میخواد کی من میرسم به وصال، نه اینکه قصه دنیا باشه. همیشه لبخند. من اخیراً یک بیانی از شهید بهشتی دیدم، خیلی برام جالب بود، ندیده بودم. ایشون این تعبیری داره اونجا، میفهمد که من هیچ وقت نشد در سخت‌ترین شرایط نشاط خودم را از دست بدم. خیلی نکته مهم.
اصلا عامل اصلی موفقیت انسان‌ها، یکی از عوامل اصلی داشتن روحیه با نشاطه. همینطوره. افسردگی، تسلط غم و غصه بر انسان که ایداد بیداد دیگه همه چیز تمام شد، چه آدمی که بتونه مسلط بر زمان و اطراف خودش باشه و نشاط خودش از دست نده. اون نشاط اون حس مطالعه میاره، حس پیشرفت میاره، حس برخورد خوب با مردم میاره، امید در رو چند برابر میکنه. پیامبری که از ویژگیش اینه که نشاط از سر و روش میبار، لبخند از چهرهش نمیفت. خب آیا این سخته؟ بعد انسان رو همه قربتن رو انجام بده، بگه پیامبر چون تو خیلی عزیزی و تو چون اسوه‌ای، من به خاطر تو این کار رو انجام میدم، این ثوابش 2 برابر میشه. من تقریبا از اول طلبگیم که لباس پوشیدم، لباس پیامبر رو به تن کردم، البته خیلی سختم بود و اینها. تقریبا از روز اول این صبحا که میخوام عمامه به سر بذارم میبوسمش. عمامتون؟ آره، که این عمامه پیامبر به عنوان نماد. این نماد پیامبر. ممکن بگن که پیامبر به همین شکل میبست، نه، ولی حال پارچه‌ای بر سر خودش به این نیت این عمامه دارین. بعد یه چیزی هم بعدش میگم یا رسول الله به حق زهرا مدد، کمکم کن که من این لباس رو با رفتار بدن خراب نکنم، کمکم کن که حالا این از این جهت نمیگم ریا نمیخوام بکنم، من اینو میگم که همه کسانی که علی حال لباس به تنشون هست اینو افتخار کنن و حفظش کنن. من که واقعا فقط پناه به خدا و رسول خدا میبرم که منو کمک کنن که این لباس بتونم خرابش نمیتونم که حفظش کنم. خدا رحمت کنه شهید مطهری، ایشون نقل میکنه که در شاگردش نقل میکنه که دعوتش کردم شیراز، بعد ایشون از عضو هیئت علمی از دانشگاه شیراز بوده و قانونی که به دانشجوها و اساتید معرفی کنه شهید مطهری رو، بیان میکنه که این شخصیتی است که به لباس احترام داد، به لباس روحانیت اعتبار داد. شهید مطهری عصبانی میشه، بعد میره پشت بلندگو ناراحت میشه، میگه این چه حرفی میده؟ من کیم که به این لباس اعتبار بده؟ اصلا این لباس مال پیامبر به این لباس اعتبار داد. ولی برای من یه چیزی جالب بود، اینکه شما بلا فاصله بعد از توصیف اون وجه بهجت و شعف و نشاط پیامبر که همیشه تبسم به لب داشتن، خودشون نشاط داشتن، دیگران رو هم با نشاط میکردن، بلا فاصله یاد از بحث لباس و عمامه اینا کردیم. شاید یه دریافتی هم که من میکنم اینه که خب پس کسانی که در این لباس هستن آره باید طوری باشیم، باید تمرین کنیم، باید همدیگه رو کمک کنیم. ببینید نباید اصلا بس کنید شما که الان لباس نداری منی که لباس دارم شما همش توقع داشته باشی که من مثل پیامبر باشم شما نباشید. نه، اصلا اون آیه مال همه مون. بله. ولی بیشتر مال ماست. بیشتر. والا اگه ما فرض کنید عمل بکنیم نکنیم که این از گردن شما که ساقط نیست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. همدیگه رو کمک تواصی به حق کنیم. این در نقل داری که اوایل اسلام مؤمنین وقتی به هم میرسیدن موقع خداحافظی سوره عصر را میخوندن. موقع عصر؟ بله عصر. اجای خداحافظی گفتن بله عصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق. تواصی باب تفاعله، یعنی همدیگر را توصیه به حق میکردن، نه فقط ما شما را یا شما ما را، نه همدیگر. بله امر به معروف و نهی از منکر دیگه وظیفه هم است. اما برام جالب بود که شما اینجا به کار بردین. من خودم به عنوان مجری میخواستم قبل از که شما از خودتون مثال بزنید، امام خدا وکیلی تو ذهن خودم بود که فرمودید پیامبر نشاط و اینو. من هر وقت برای برنامه میام ممکنه که چند ساعت مطالعه کرده باشم برای برنامه، ولی اگر سر حال نباشم اون نشاطه رو برای خودم ایجاد نکنم و با خودم بیارم سر برنامه، اون برنامه تعطیل رفته. چیزی که خودم نپسندم قطعا کسی دیگه هم نمیپسنده. اما یه وقتی هم هست حتی مطلبی هم آماده نکردم ولی با یه نشاطی میام، با یه بهجتی میام، خودم لذت میبرم، نه که از کار خودم، از اون برنامه به هر ترتیب. و بعد میبینم که خب نظر
بقیه هم همین بوده. این که بگم این خیلی تاثیرگذاری، ویژگی که در پیامبر بوده و بعد الگو قرار بگیره تو همه جا. الان شما فرض کنید خانومی شما مهمانی دعوت کرده باشه منظرت، اون حال نداشته باشه غذا درست کنه، اون غذا خیلی غذای لذیذ، راست میگین، ولی اگر اون با عشق و حال و شور، این غذای سید الشهدا چرا انقدر لذیذه؟ ای والله همه با عشق راست کار میکنه. اون عشق با اون غذای چایی چای مثلا چند سال میگن آقا این چای مثلا عراقی توی اربعین فلان حرفا، همون چای بالاخره تو، ولی اونجا انگار تو اون فضا با اون عشق، دیدی عشق عراقی ها. آره اون اونجوری ساخته و پرداخته شده. بیا چای بخور. آره فقط همین انقدر لذت بخشه. لذا اون نشاط تو هر کاری، کارمند با نشاط سر کارش باشه، معلم با نشاط آموزش بده، پدر مادر با نشاط تو زندگی حاضر بشه. بعضی از صنفای آماری گرفتن، ولی من اسم و صنفا رو نمیبرم، که اکثر اعضای خانواده مثلا دوست داشتن که پدر خانواده نیاد خونه. آره دوست داشتن نیاد خونه. بر خدا. من حتی شنیدم پیامبر انقدر براشون مهم بوده اگه توی اطرافیانشون یارانشون کسی رو میدیدن یه ذره غمگینه، یه ذره تو لبزان و غمال، میافتن انقدر باهاش شوخی میکردن تا این خوشحال شه، بخنده. تمام موضوع بعدی متأ اینو بذارین نگه داریم چون این بالاخره اینم بذاره کار، ولی در ارتباط و کاملا مرتبط با بحث قبلیمونه اینو بذارین شیرینیش بمونه، آتشه بمونه ان شاءالله برای هفته آینده، چون وقت کم میترسم ابتر بمونه. از شما میشنویم و استفاده میکنیم. خیلی ممنونم. سلامت باشید. امری نداریم. خیلی متشکرم. محتاج سلامت باشید. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تماشا کردید تا پایان. بازم آرزو میکنم که انشاءالله خلق و خوی همه من و شما بوی گل محمدی بگیره به برکت دعاهای استاد ملکی، فرمایشاتشون و مثل ایشان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا یا حق. خداحافظ.